دوستان عزیز سلام، امیدوارم که خوب باشید. من امروز میخوام یک درس مختصری رو خیلی مفید و مختصر در مورد چهارشنبه خاکستر داشته باشیم، چون سوء تفاهم های زیادی در این مورد وجود داره. چهارشنبه خاکستر روزی هستش که ما میریم کلیسا و فصل صلیب رو شروع میکنیم در کلیسا و به عنوان یک سمبل پشیمانیمون از گناهانی که کردیم و میکنیم، ما خاکستر رو به صورت صلیب روی پیشونیمون میکشیم و چند تا معنی مختلف داره که در موردش مقدار صحبت میکنیم در آینده. ولی برای امروز من میخوام در مورد تاریخچه چهارشنبه خاکستر صحبت کنم. اول چهارشنبه خاکستر و کلاً فصل صلیب در کلیساهای مختلف مشاهده میشه. کلیساهای کاتولیک رومی، کلیساهای انگلیکن، کلیساهای لوتران، کلیساهای متودیست، کلیساهای مونروویان، بعضی از کلیساهای پرسبتریان و کلیساهای شمال هند، کلیساهای پاکستان، کلیساهای ایران، کلیساهایی که برمیگردن به قرن اول. این کلیساها مشاهده میکنن این فصل رو و یک چیزی هستش که در طول تاریخ از قرن اول ما داریم وقتی که تاریخ کلیسا رو میخونیم که این فصل صلیب و مشاهده شده. حالا در مورد خاکستر میخوایم ببینیم که آیا این یک چیزی هستش که من درآوردی هست، یک چیزی هستش که اضافه شده به کتاب مقدس، ما داریم اضافه میکنیم، سنتی هستش که ما اضافه کردیم، یا اینکه نه واقعا ریشه داره در کتاب مقدس. در کتاب مقدس میبینیم که خاکستر سمبل چند تا چیز مختلف هست. اول سمبل عزاداری هست، مثلا در دوم ساموئل باب 13 آیه 19 ما این رو میبینیم و همینطور سمبل این هستش که ما از گناهانمون پشیمون هستیم، گناه کردیم و این رو در ایوب باب 42 آیه 5 تا 6 میبینیم، در ارمیا باب 6 آیه 26، دانیال باب 9 آیه 3 و در کتاب های مختلف با اعداد 19 9، استر 4 1، عبرانیان 9 13 و همینطور عیسی مسیح. و حالا اینا چند تا مثال از عهد قدیم زدیم. عیسی مسیح هم در این مورد صحبت میکنه در متی باب 11 21 که برابرش هستش در لوقا باب 10 آیه 13. در این مورد صحبت میکنه عیسی مسیح که اگر که این مردم میدونستن در چه کار میکنن، مینشستن و خاکستر به سرشون میزدن. بنابراین میبینیم که این موضوع خاکستر یک چیزی هستش که ریشه در کتاب مقدس داره، یه چیزی نیستش که من در آوردی باشه یا یک سنتی نیستش که اضافه شده باشه. ما در مورد مجسم بودن صحبت کردیم، زیاد تعلیمات زیادی داشتیم. همونطور که قبلا من گفتم، خداوند در یک فضای مجازی ما رو نجات نداد، خداوند مجسم شد. خداوند از اولی که در طول تاریخ میخونیم خداوند از سنگ‌های یاد بود استفاده کرد که ما به خاطر بیاریم، اونها رو توی قلب مردم گذاشت که استفاده کنن. معبد به وجود آورد، خداوند فرمان داد که معبد به وجود بیاد و خداوند ما رو در این دنیا به وجود آورده، به ما جسم داده، همون بدن ما معبد روح القدس هست و از چیزهای فیزیکی استفاده میکنه که معانی روحانی رو به ما برسونه. و همونطوری که قبلا دوباره گفتیم، دنیای فیزیکی و دنیای روحانی دو تا چیز مختلف نیستند، یکی هستن. خداوند همونطور که روحانی هست در دنیای فیزیکی هم در کار هست. بدن و روح ما یک وجود ما هستن، دو تا چیز مختلف نیستن. خداوند بدن رو برای روح آفریده و روح رو برای بدن آفریده و در آخر زمان خداوند دنیا رو، تمام خلقت فیزیکی رو شفا میده و تازه میکنه. معنیش چی هست وقتی که داریم در مورد چهارشنبه خاکستر صحبت میکنیم؟
خاکستر یک چیز فیزیکی هست که به ما کمک میکنه. وقتی که ما خاکستر رو میذاریم روی پیشونیمون یا به خاکستر میشینیم، همونطور که در عهد قدیم میخونیم، که به ما کمک میکنه که واقعیت گناهانمون رو به صورت فیزیکی بیان کنیم و این فقط یک وسیله هست که ما کمک میکنه. هیچ کدوم از اینها ملزومه این نیستش که بگیم اگه که این کارو نکنی ایمان نداری یا ایمانت کم هست یا این کارها جزوی از لازمه مسیحی بودن هستن. نه، همه اینها ابزارهایی هستن که به ما کمک میکنن که ما با واقعیت‌های روحانی ارتباط برقرار کنیم به صورت که کامل باشه، بس هم جسممون دریابه و هم روحمون با هم دیگه این رو در بیابن به عنوان یک واقعیت که وجود داره. وقتی که ما میگیم که در چهارشنبه خاکستر گناهانمون رو به یاد میاریم، منظور این نیستش که ما باید احساس تقصیر بکنیم یا اینکه تو در بدبختی گناه زندگی کنیم. نه، در روز سه‌شنبه قبل از چهارشنبه خاکستر کشیش اون برگ‌های نخل سال قمر رو که ما دست گرفتیم و بردیم توی کلیسا، اون رو من میسوزونم. همه کلیساها اونها رو میسوزونن. اون زمان وقتی که ما با شادی جشن میگیریم که وقتی که عیسی مسیح وارد شهر اورشلیم میشه، آیه ها رو میخونیم و این برگ های نخل رو تکون میدیم، با شادی خیر مقدم میگیم به پادشاهمون، ولی بعد فراموش میکنیم. بعد دوباره اعتمادمون کم میشه، توی یأس میافتیم، توی ناامیدی میافتیم، گناه میکنیم، دروغ میگیم، کم محبتی میکنیم به خواهران و برادرانمون، غیبت میکنیم. همه این گناه ها دوباره در ما میاد و انگاری که فراموش میکنیم که ما خداوند رو در زندگیمون داریم. و در چهارشنبه وقتی که این خاکستر، وقتی که روز سه‌شنبه قبل از چهارشنبه خاکستر ما میسوزونیم این خاکسترها رو و بعد خاکستر رو روی پیشونیمون به صورت صلیب میکشیم، به یاد میاریم که واقعا هرچند که ما اعلام کردیم که مسیح پادشاهمون هست ولی فراموش کردیم، ولی دوباره توی گناه افتادیم. احتیاج داریم که خداوند ما رو ببخشه از گناهانمون که ما بتونیم در تازگی زندگی مسیح دوباره قدم برداریم، به صورت کاملتر و تبدیل بشیم به وسیله عیسی مسیح. توبه میکنیم. توبه کردن موضوعی هستش که در کتاب مقدس در موردش زیاد صحبت شده و آیه های زیادی هستش که در مورد توبه صحبت میکنه و فصل صلیب فصلی هستش که ما توبه میکنیم. اجازه بدید من آیه هاشو در بیارم. و خیلی اهمیت داره، اینجور نیستش که ما دیگه لازم نباشه که توبه کنیم وقتی که ایمان بیاریم. به عنوان مثال در اول یوحنا باب 1 آیه 19 در این مورد صحبت میکنه. در دوم پتروس باب 3 آیه 9 به صورت ویژه، یعقوب باب 4 آیه 8 و در آیه های مختلف در این مورد صحبت میکنه که من همه رو، آیه های زیادی هست، همه رو نمیخوام اسم ببرم، ولی نکته مهم این هستش که ما احتیاج داریم که توبه کنیم از گناهانمون. دائما احتیاج داریم که توبه کنیم، چون دائما گناه میکنیم. حتی وقتی که فکر میکنیم که گناهانمون واقعا گناهان بزرگی نیستن، حالا اگه یه غیبتی بود، حالا اگه یک فکر منفی بود در مورد یک نفر، حالا اگه به یه نفر برچسب زدیم، ولی ما احتیاج داریم که توبه کنیم و فصل صلیب فصل توبه هست که با چهارشنبه خاکستر شروع میشه و خودمون رو فروتن میکنیم. وقتی که این خاکستر رو میکشیم روی پیشونیمون، خودمون رو فروتن میکنیم. میدونیم که چقدر
ما واقعا احتیاج به خداوند داریم و بدون اون واقعا ما به گناه میافتیم و نمیتونیم در زندگی که مسیح برای ما مقرر کرده قدم برداریم. دوستان امیدوارم که این درس خیلی مختصر مفید بوده باشه برای اینکه بدونیم چهارشنبه خاکستر ریشه کلامیش از کجا هست و معنیش به صورت مختصر چی است. در این موارد باز هم درس خواهیم داشت. دوستتون دارم. خداحافظ.